با جرأت در دنیای دیجیتال مارکتینگ برجسته شوید و در میان دیگران بدرخشید. مسیر خودتان را روشن کنید و نوری بیفکنید که دیگران را هم راهنمایی کنید. با ما در دنیای دیجیتال مارکتینگ همراه شوید و از مزایای شگفت‌انگیز آن بهره برید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. بیایم با همدیگه زندگی رو تصور کنیم که دیگه پول یکی از دغدغه‌های ما نباشه. برخلاف تصور خیلیا، پول درآوردن فقط با کار فیزیکی به دست نمیاد. روش خیلی ساده‌ای که درآمد بالایی داره و باید بابتش مالیات پرداخت بشه و قانونی هستش و فارسی زبانای زیادی این روزا از این راه درآمدزایی میکنن و تونستن زندگی خودشون و خانوادهشون رو عوض کنن. سواد بالایی نمیخواد. آموزش‌های این کسب و کار ساده و قدم به قدم از نقطه صفر با هیچ گونه اطلاعات قبلی آغاز میشه و زیر نظر کوچ و منتور 24 ساعته پشتیبانی میشه. از همه جای دنیا میتونید انجامش بدید. خودتون زمان کار خودتون رو مشخص میکنید و خودتون رئیس خودتون هستید. فکرشو بکنید. از همه جای دنیا میتونید این کار رو انجام بدید و خودتون زمان کار خودتون رو مشخص کنید و خودتون هم رئیس خودتون باشید. اگر شاغل هم هستین میتونید این کار رو در کنار کار فعلیتون انجام بدید، چون بین 1 تا 2 ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیره. در واقع یک کار پاره وقتی هستش که میتونه کار تمام وقت آیندهتون باشه. این بیزینس قابل ارث رسیدن به فرزندان و عزیزانتون هم هست و بین‌المللیه. پس تو هر زمان و مکانی میتونید انجامش بدید. و در نهایت با ارزش‌ترین ویژگی این کسب و کار بازنشستگی بعد از 3 تا 5 سالش. میزان سرمایه‌گذاری تو این بیزینس چقدره؟ چون برای من خیلی مهمه که ببینم آیا میتونم توان پرداختش رو دارم یا نه. از هر کسی میپرسم هیچی بهم نمیگه و اصلا اطلاعات راجع به بیزینس نمیدن. چرا اینقدر شما مرموز و پنهانکار رفتار میکنین تو این بیزینس؟ مجبورتون میکنن اینطوری باشین یا خودتون انتخاب کردین که اینطوری کار کنین؟ و سوالاتی از این دست. سلام، مینو هستم، مینو بشیری از ونکوور کانادا. اینجام که امروز به این سوالتون جواب بدم که جزء پرتکرارترین سوالای شماست. حالا دلیلش هم بهتون میگم چیه. ببینید بچه‌ها، هر تیمی یک پالیسی برای خودش داره، هر جامعه یک قانونی داره، هر کشوری یک قوانین رانندگی داره. تیم ما پالیسیش اینه که آقا به پروداکت اشاره نکنید، به کمپانی اشاره نکنید. برای این کارمون دلیل داریم. قصدمون پنهانکاری نیست. اتفاقا کمپانی ما خودتون دیگه الان همتون حفظید 50 ساله داره کار میکنه، ژاپنی، پروداکتش خوبه، نمیدونم لایسنس‌های بین‌المللی داره، فرای مرز جغرافیایی کار میکنه، تمام کره زمین آفیس فیزیکی داره و اطلاعاتی از این دست. ببین ما فقط توی دنیای آنلاین نیستیم، ما همه جا هستیم. و کمپانی ما هم که به واسطه این کمپانی توی قانون بهش میگن تفویض اختیار. وقتی که شما میرید و آیدی این کمپانی رو میخرید و اجازه این رو پیدا میکنید و فرانچایزش رو میخرید و اجازه این رو پیدا میکنید که زیر برند این کمپانی کار کنید، اونجا شما هم اختیارات این کمپانی رو دارین. یعنی به جای اینکه برید این یه بیزینس رو، مثلا بچه‌ای که تو اروپا هستن خیلی این سوالو میپرسن، این بیزینس رو ثبت کنیم، نمیدونم باید بریم کارهای قانونی انجام بدیم. نه، اینها رو همه رو کمپانی مادر انجام داده و گفته آقا فرزندان من شما نگران نباشید، من همه این کارا رو انجام دادم، شما فقط برید پول در بیارید، فقط برید بفروشید. متوجه شدید؟ فقط برید بفروشید. 2 تا چیز رو ما میتونیم بفروشیم: 1 امتیاز بیزینس رو، 2 پروداکت رو. حالا من اگر اولین سوالی که از شما بپرسم و بگم مکدونالد، یاد چی میفتی؟ یاد همبرگر. بهت قول میدم که از هر 100 نفری که من اسم مکدونالد رو بیارم، اولین چیزی که توی ذهنشون تداعی میشه ساندویچ همبرگرش. از 100 نفرتون که حالا 99 ممیز 99 صدم امکانش وجود داره، درصد امکانش وجود داره که شما قطعاً و حتماً به ساندویچ همبرگر فکر خواهید کرد و اون 0.01% کسیه که خودش مالک یه برنچ مکدونالد، که از 100 نفر 1 نفر هم نمیتونن مالکش باشن. پس
وقتی که ما به شما میگیم مکدونالد، شما تو ذهنتون میاد همبرگر. حالا اگر من به شما بگم بیزینس، اگر در مورد بیزینس بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم و بیزینس مکدونالد باشه، اونجا باید به شما بگم بیزینس مکدونالد. و باز هم تو ذهن شما اینه که از طریق فروختن همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده داره پول در میاره، اما مهم اینه که از طریق فروش سیستم بیزینسش داره پول در میاره. چرا آدم ها حاضرن 3-4 برابر 10 برابره؟ شما یه مغازه همبرگری امروز برید باز کنید، بسته به حال کشوری که زندگی میکنید، بین 150 تا 350 هزار دلار سرمایه گذاری لازم داره و هزینه های رایج که یه بیزینس داره. حالا بیمه‌شه، حالا پرداخت حقوقشه، آبشه، برقشه، گازشه، وسایل اولیه‌اش، هر چیزی که هزینه رایجشه، اجاره محلش. شما حالا فرض کنید کدوم اینا نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه و شما برید زیر برند مکدونالد کار کنید، 1 میلیون خورده‌ای بدید برندشو بخرید و صاحب فرانچایزش بشین. برای چی؟ همبرگر فروشی که بهای تمام شدهش بین 150 تا 350 تا شما باید 1 میلیون خورده‌ای پول بدین. تا حالا بهش فکر کردین؟ نه. الان من براتون توضیح میدم. ببینید وقتی که یک برند یک سیستمی رو میسازه و میگه این سیستم 100% جواب میده، اونجا تبدیل به یک برند اثبات شده که ما بهش میگیم پروون سیستم، یعنی سیستمی که اثبات کرده آقا من کار میکنم، من پول جنریت میکنم، من درآمد میسازم. و اون وقت طرف میره برندشو میخره 3 برابر قیمت. چرا؟ برای اینکه سال دیگه جز 95% شکست خورده های مارکت نباشه. شما امروز بیزینستو شروع بکنی، شخص خودت، به قول یکی از بچه‌ها باش کوچینگ کال داشتم، میگفت اسمم الناست، من بخوام برم همبرگر بزنم میزنم النا برگر، نمیزنم مکدونالد. گفتم بله، پس احتمال خیلی زیاد سال دیگه جز 95% بر شکسته ها هستی. چرا؟ چون بهای تمام شده یک همبرگر برای النا برگر بالای $25 در میاد، در حالی که برای مکدونالد با $5 به شما یک ساندویچ میده با سیب زمینی. و چند درصد افراد جامعه توانایی اینو دارن که برن $25 هر روز ساندویچ بخورن؟ یعنی پول 5 تا ساندویچ رو بدن 1 ساندویچ بخرن. و شما به عنوان یک خانواده عیالوار با درآمد زیر 60,000 تا در سال، میدونی که در کانادا تقریبا حدود 65% افراد این کشور درآمدشون زیر $50,000 در سال و بقیه فقط ادا در میارن. ادای آدم‌های مرفه رو در نیاریم. ببینیم بچه‌ها، منم مثل شما مهاجرم، منم مثل شما درگیر خیلی چیزا هستم، منم مثل شما نمیدونم تمام این مراحلی که شما دارید پشت سر میذارید و پشت سر گذاشتم. الانم ادعا نمی‌کنم که آدم ثروتمندی هستم، چون نیستم. هنوزم دارم کار میکنم، تلاش میکنم که پول در بیارم. هیچ بیزینسی هم نیست که بگه من امسال $1 میلیون در آوردم پس دیگه بسمه. هر بیزینسی امسال $1 میلیون در بیاره، سال دیگه میخواد 2 میلیون در بیاره. دیگه همتون آدما و تجارت‌های بزرگ دنیا رو میشناسید. کدومشون گفتن بسته؟ مثلا برند دیور، نمیدونم هتل‌های هیلتون، برای چی باید بگی بستمه؟ وقتی میبینه داره همین مکدونالد، برای چی باید بگی بسته؟ دیگه نمیخوام بفروشم، بسته، من 2 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیون، میلیارد پول درآوردم، بشینم زندگیمو بکنم. هیچ ثروتمند این کارو نمیکنه. یکی از بچه‌ها به من زنگ زده بود، میگفت اگر شما پول در میارین چرا دارین خودتون رو خسته میکنین، از صبح تا شب حنجرتون رو پاره میکنین روی یوتیوب و فیسبوک و اینا، دارین در مورد بیزینس حرف میزنین. ما حنجرمون پاره نمیشه. ما یه ویدئوی 2 دقیقه‌ای ضبط می‌کنیم و بعد فیسبوک و یوتیوب زحمتشو میکشه اون رو به شما نشون میده. شما اگه روزی 3 بار می‌بینین، به این معنی نیستش که من هر روزی 3 بار وایسادم دارم صحبت می‌کنم، دارم خودم میکشم که آقا بیا این بیزنس رو انجام بدین و برای اینکه من ثروتمند بشم. نه، برای اینکه این رشد دو طرفه است. برای اینکه تو میای من پول در میارم و بهت آموزش میدم تو هم پول در میاری. حالا این پس شبیه گولد کوسته. نه، این شبیه گولد کوست نیست. گولد کوست میگه آقا برید آدما رو بردارید بیارید و از ورودی اینها پول بگیرید و دیگه هیچ، نه محصولی داره، نه خدمتی داره، نه هیچ، فقط رکروت. یعنی چی؟ یعنی بریم آدم‌ها رو بیاریم. حالا کسایی که تو اچ آر هم کار میکنن کارشون رکروته. اونا شغلشون درآمدشون از کجاست؟ از اینکه آدما رو بردارن، آدم مناسب رو بردارن، بیارن بذارن توی یه سیستمی که اون سیستم به اون شخص و شخصیت احتیاج داره.
و این کار هم اسمش رکروت. حقوقی که داره میگیره از رکروتینگ. درآمد اونهایی که ادعا میکنن و اسم بیزینس رکروتینگشون رو میذارن بیزینس و حالا هرمی هستن، دودویی هستن، راست بشین چپ بشین تعادلی هستن، حالا من به ایناش دیگه کاری ندارم. و خود خیلی این بیزینس ها رو کار کردن. هنوزم خیلی ها هستن که مسیج میزنن بیا $100 بده، فقط $100 پولی نیست، بیا $100 بده، نمیدونم این بیزینس رو فقط 2 نفر بیاری پولت در میاد. فقط 2 نفر. والا این تا کجا ادامه پیدا کنه؟ یه شب بخواب از صبح پاشن یهو ببینن همه چی از دست رفته، دیگه ما خبر نداریم که این اتفاقی بیفته، ولی بالاخره میفته. چرا؟ سازوکار قانونی پشتش وجود نداره. ما در کانادا، در تورنتو و ونکوور و در تمام شهرها میرید سرچ میکنید، وقتی که برند رو بهتون بگم میرید سرچ میکنید. نزدیک شما ممکنه آفیس داشته باشین. چه بسا هر روز از جلوی آفیس رد میشین و متوجه نمیشین که اصلا این همون کمپانیه که شما پتانسیل اینو داری که حداقل ماهی $1000 بیشتر بیارید. من خودم موقعی که تو این بیزنس اومدم گفتم آقا من کار فول تایم انجام میدم، کارمند بانکی CIBC بودم اون موقع، من اگر که بخوام $1000 بیشتر در بیارم برام کفایت میکنه. من برای $1000 اومدم. الان حقوقم 3 برابر کارمند CIBC، همون لولی که کار میکردم. و اگر من میخواستم تو بانک بمونم در بهترین حالت الان داشتم 60 تا 70% حقوق میگیرم، مثل همون 65% کانادا که دارن اوریج بین 50 تا 60 در سال در بهترین حالت. بقیه همه زیر 50-60 است. کار جنرال زیر 50-60 است. و ما مجبوریم یه کاری برای خودمون بکنیم. ما مجبوریم به جای اینکه روی اینستاگرام پست‌های دیگران رو بخونیم و وقتمون رو تلف بکنیم به یک خنده الکی که شاید از روی صورتمون تا به قلبمون هم نمیرسه، یعنی اون خنده عمق نداره، در سطح شما در لحظه میخندید، 4 تا حرف جوک بعد میگن میشنوی میخندی، 4 تا نمیدونم چه میدونم این مقطعی میبینی فکر میکنین دارین زبان یاد میگیرین، خیال میکنین و هیچ کس البته روی اینستاگرام زبان یاد نگرفته و کارهایی از این دست. هر روز دارین کلی از وقت نازنینتون رو میریزید دور که در نهایت هیچی به هیچی. اما در مورد سرمایه گذاری که قسمت در واقع مهم بحث امروز ماست، بیزینس ما مثل تمام بیزینس های دنیا نیاز به سرمایه گذاری داره. بیزینس ما مثل تمام بیزینس های دنیا پروداکت داره و سرویس داره. بیزینس ما مثل تمام بیزینس های واقعی دنیا آفیس فیزیکی داره و این سرمایه گذاری هم برای اینه که شما مثل تمام بیزینس های دیگه نیازمند این هستش که یک سرمایه گذاری رو توش انجام بدید، یک امکاناتی رو دریافت بکنید، در کنار شما یک پروداکت هم دریافت میکنید و بیزینستون رو و آموزشتون رو شروع کنید به همین راحتی. حالا میزان این سرمایه گذاری در کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه. خیلی از ویدیوها من دیدم همکارام گاهی اوقات اشاره میکنن بین $3,000 تا $12,000. بله چنین چیزی هست، اما امکانش هست برای کسایی که نمیتونن این مبلغ رو بپردازن، نمیتونن 3,000 تا 7,000 تا 10,000 تا بپردازن، باز هم راهکارهایی وجود داره که بتونن بیزنسشون رو شروع کنن. اینو نیازمند این هستش که به من مسیج بزنید، بسته به شرایطتون بهتون توضیح بدم که شما میتونید چه کار بکنید و چه پلنی مناسب شماست. یه نفر میگه نه من میخوام پلن بیشتر رو انتخاب بکنم مثل خود من و بگم که اوکی من که میخوام همین زمان رو بذارم، همین انرژی رو بذارم، خب چرا درآمدم بیشتر نشه، 2 برابر نشه؟ مثل اینکه شما موقعی که میخواین یه مغازه بخرید میگه اشکال نداره یکم بیشتر میپردازم میرم تو قسمت شلوغ شهر مغازه میخرم. چرا؟ چون آینده روند توش بیشتر، احتمالی که درآمدم بیشتر بشه وجود داره. خب این از قسمت سرمایه گذاری. ما با این پرداخت $149 به شما این درآمد رو میسازید؟ نه، $149 که شما میپردازید برای ورود به دوره آزمایشی هست و برای اینکه بیاید کار رو ببینید، برای اینکه بتونید کوچینگ کالتون رو بوک بکنید، برای اینکه در واقع قانونش تموم شد، بهانه هم نداره، این قانون تیم ماست، میگه آقا $149 بده بیا اطلاعات بگیر. حالا شما نمیخوای پول بدی اطلاعات هم نمیگیری. مثل ترایل، من اومدم بچه‌مو کلاس پیانو ثبت نام کنم، به من گفت یه کلاس ترایل داره، یه جلسه $30 به مدت نیم ساعت، دوست داری برات ست کنم؟ خب ست کن. بهتر از اینه که من برم $200 بدم یک ماه بچه‌م بگه اوکی نمیخوام دیگه کلاس برم و من بگم که باشه $200 هیچ. من ترجیح میدم بگم $30 هیچی
ولی حداقل توی ترایال متوجه شدم که آیا بچه‌م به پیانو علاقه داره، آیا معلمش اونطوری هستش که بتونه اینو نگه داره توی کلاس و حالا جواب خیلی از سوالات دیگه هم بده. اما شما اینجا میای $149 میدی، $149 هم هیچی نمیشه. در نهایت نخواستی پولتو پس میگیری، اتفاقی نمیافته. یه چیز دیگه هم وجود داره. یه آقایی با من صحبت میگفت من اصلا موضوع من $149 نیست، من چرا باید پول بدم اطلاعات بگیرم؟ ببین ما برای اینجور آدما واقعا هیچ جوابی نداریم. نگیرید، اطلاعات نگیرید. چه اصراری داری بگیری؟ اگر دوست نداری، ببین شما پس فردا باید بیای توی این سیستم و این سیستم به همین شکل کار کنی. اگر میک سنس نمیکنه برات، اگر میگی نه آقا اصلا این تو کله من نمیره، خب پس فردا میخوای یه مدل دیگه کار کنی، گروه میگه آقا من بهت خدمت نمیکنم، سرویس بهت نمیدم، ایمیل مارکتینگ نمیدونم، وبسایت، اینا بای برو خودت انجام. میتونی؟ نمیتونی؟ هیچ. ببین مثل اینه که شما بگی آقا من میخوام برم مثلا مهاجرت کنم، برم به یک کشوری، بعد اون کشور بگی ببین مثلا قانون ما اینه، شما باید با دستات راه بری، با پاهات نمیشه، با دستات راه بری. میگه نمیخوام، من اگه قرار باشه با دستام راه برم نمیخوام راه برم. خب بیزینس ما هم همینه، شما خودت وقتی نمیخوای $149 بپردازی اطلاعات بگیری، خب نمیتونی با این ساختار کار کنی. چه اصراری داری بیای بدونی چه خبره؟ ولش کن، برو زندگیتو بکن، برو سراغ یه چیز دیگه. بعد میگم بگو بعد میگم. یک دیگه بچه‌ها داشتم که در مورد آمازون صحبت میکرد، اینا نوشتم که یادم نره، به نوتام نگاه میکنم که یادم نره از قلم نندازم. میگفت من اومدم برم آمازون و وای چقدر سخته. گفتم آره خب خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که فکرشو می‌کنی. من یه کورس $700 خریدم، اون موقع $700 US پول دادم برای اینکه کورس آمازون بود و فکر می‌کردم وای چقدر خوب آدم بره مثلا علی بابا یه چه می‌دونم یه چیزیو بخره $1 بیاد بفروشه $21 و به 20 برابر $1 هزینه‌ش میره بیرون، 20 تا برای نیست. به این راحتی نیست. از خودتون بپرسین چی می‌خواید. این تویی که تعیین می‌کنی. تکلیفت رو با خودت روشن کن. اینقدر کار کردن، زندگی کردن، دوستی با آدمایی که تکلیفشون به خودشون روشنه خوبه که حد و حساب نداره. بلا تکلیفی بدترین چیزه. اومدی ثبت نام کردی، میگی شوهرم اجازه نمیده، پارتنرم اجازه نمیده، خانمم بدون نمیدونم رام نمیده تو خونه و از اینجور حرف و تکلیفتون با خودتون روشن بشه. ببینید بیزینس نیازمند افرادیه که بتونن تصمیم‌های سریع و مستقل بگیرن. ما میزان سرمایه‌گذاری رو بهتون گفتیم، برید صحبت بکنید با پارتنرتون، بله قطعا نظرشون مهمه و صحبت کنید باهاشون. اگر دیدین اوکی هست بیایید ثبت نام کنید. چرا وقت و انرژی خودتون رو هدر میدین؟ میایین تا نزدیک یک کاری بعد میگین که نه میدونی چیه فلانی مخالف. این به نظر من رفع تکلیفه. یه جایی هستش که شما دلتون نمیخواد یه کاری رو بکنین یا اصلا مطمئن نیستین ازش، یکی بهتون میگه بابا ولش کن این کار خوبی نیست، نمیرید دنبالش. 5 سال بعد مثل اون خانمی که من از استرالیا باهاش صحبت میکردم، کوهی از تجربه‌ام، به خاطر اینکه من روزی حداقل 5 تا 6 تا کوچینگ کال دارم، روزی 30 تا پیام دارم جواب میدم و به طور میانگین با روزی 40-50 نفر آدم دارم صحبت میکنم. حالا چه به واسطه ویدیوهام دارم باشون صحبت میکنم، چه مسیج میزنن سوالاتشون رو جواب میدم. مثل اون خانمی که تو استرالیا میگفت من الان 12 سال استرالیا زندگی میکنم، تمام دوستام درسشون تموم شد، ازدواج کردن، خونه خریدن، بچه دار شدن، من هنوز نه ازدواج کردم نه خونه خریدم، هنوز مستاجرم، هنوز نه. میدونین دلیلش چیه؟ دلیلش پستپون کردن کاریه که باید انجام بده. اون قورباغه زشته رو امروز باید بخوری. اون کاری که دوستش نداری دقیقاً معجزه در همون پنهانه، در انجام دادن اون کار. من قشنگ یادمه اون موقع‌ها که ما مدرسه میرفتیم، توی کارنامه‌مون یه تعدادی درس بود که دوستشون نداشتیم و همون معدل ما رو میکشید پایین. باید تمرکزمون رو بذاریم روی بهتر شدن و بهتر شدن زمانی اتفاق میفته که نقاط ضعفمون رو هم بهتر کنیم. من توی این بیزینس یاد گرفتم باید صبور باشم. درسته که ماهایی هست که شما $1 پول در نمیارین، ولی یک ماه هست که شما ممکنه 30,000 تا 20,000 تا 10,000 تا پول در بیارین. بیزینس همینه. بیزینس حقوق بگیری نیست.
میای میپرسین مثلا اینجا ما به طور ماهیانه چقدر پول در میاریم. این ایمپلوی نیست، این بیزینس. صاحب یک کسب و کار ممکنه یک ماه $1 در نیاره و ماه دیگه $10,000 پول در بیاره. به خاطر همینه که درآمد بیزینس ها رو تحت عنوان W9 در آمریکا یا T4A در کانادا سالیانه اعلام میکنن که بعد شما هزینه هایی مثل آب، برق، تلفن، اینترنت، دستگاه هایی که خریدین، حالا هر چیزی که به بیزینستون ارتباط داشته خریدین، کافی که بیرون خوردین رو ازش کم میکنین و بعد درآمد به دولت اعلام میکنین. خیلی ها میگن اسم این زرنگی نیست. دولت که احمق نیست، خودش میدونه بیزنس اونرها دارن چی کار میکنن. این برای حمایت از سلف ایمپلویه، برای اینکه دولت برای ایجاد کردن یک شغل باید کلی پول خرج کنه و این بار رو شما و من به عنوان یک سلف ایمپلوی به دوش میکشیم و دولت میگه اوکی من برات امکاناتی رو فراهم میکنم که تو این هزینه ها رو توش بذاری و تکسی کمتری بدی. دمت گرم که شغل ایجاد کردی، دمت گرم که داری سلف ایمپلوی کار میکنی. اینه که ببین تفاوت در نگرشه. طرف میگه نه من نمیخوام قانون رو دور بزنم. این اسمش قانون دور زدن نیست، این اسمش خود قانونه. خود قانون این امکانات رو برای شما گذاشته و برای من گذاشته که پول اینترنتمو وقتی که از خونه کار میکنم از درآمدم کسر کنم و به عنوان هزینه بزنم. این چیزی که شما جایی ثبتش نمی‌کنین، جایی به عنوان هزینه کلیم نمیشه. به هر حال اگر که مرد میدونی، اگر زن میدونی، بزن بریم بسازیمش.